به امام گفتم بلند شید شاهنشاه اومدن. دیدم عین خیالش نیست اصلا، انگار نه انگار که شاه کسیه. بعد دیدم شاه وارد شد. بعد که وارد شد با عصبانیت خود قدم زدن رفتن این ور رفتن اون ور رو شروع کردن چیز گفتن. یه مرتبه ناسزا به امام گفت. ناسزا که به امام گفت، امام سرشون رو بلند کردن. پدری که رضا قلدر بود نتونست غلطه بود، تو که رقمی نیستی. گفت شاه خب قصدش این بود که اومده بود که اصلا امام رو بکشه. اینجا که شد با عصبانیت تمام دست کرد و شمشیرش رو بلند کرد همجوری که بزنه به امام. گفت دستش بالا خوش شد، یهو چرخید و برگشت داره میره تا پای جیپ هم رفت. تا پای جیپ که رفت دستش بالا بود. پای جیپ که رسید و دستش افتاد، سوال کرد یکی از مسئولین که قربان شما رفته بودید که کار تمام کنید، آیت الله خمینی رو بکشید. گفت مگر ندیدید، البته کلمه زشتی به کار میبره، با اونا گفته بود احمقا مگر ندیدید که من دستمو که بالا بردم که بزنم دستم خوش شد. و بعدش اون مقابل من که پشت سر آیت الله خمینی بود 11 تا سید با شمشیرهای برنه به طرف من حمله ور شدن. درنگ کرده بودم 11 تا سید منو تکه پاره میکردن. بعد از اون گذشته اژدهایی بود، آتش به طرفم گشود. بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره. ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو بنی آب بزن دست صورتت، پاشو من فردا میبرم کم درک کنی، پاشو.